اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. ملا عبدالغنی برادر آخوند در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه پروژه ساختمانی گلبهار بیان نمود تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی مثبت است و معاون نخست وزیر قزاقستان در این سفر به وی اطمینان داد که سفارت و کنسولگری افغانستان در آن کشور باز خواهند شد. مولوی عبدالودود حقانی به حیث رئیس جدید کمیته ملی المپیک انتخاب گردید. مولوی عبدالودود حقانی از طرف رهبری اداره امور در جریان یک نشست به حیث سرپرست ریاست سپورت و کمیته ملی المپیک معرفی گردید. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با همتای پاکستانی خود آقای بلاول بوتو زرداری در یک مکالمه ویژه تلفنی در مورد موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی دو کشور بحث نمود. آقای متقی وزیر امور خارجه تقاضا نمود تا قبل از رسیدن عید سید فطر متباقی زندانیان افغان را نیز از بندرها و خانواده‌هایشان تسلیم نمایند. آقای بوتو اطمینان رهایی زندانیان را سپرد. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل میگوید از شروع کار کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده تا اکنون در کابل در حدود 300,000 جریب زمین و 320 تعمیر از غاصبین آزاد شده است. اساتید پهنتون‌های دولتی از افزایش معاشاتشان از سوی وزارت تحصیلات عالی احساس خرسندی می‌کنند و این اقدام را در راستای بلند بردن کیفیت تحصیلات مفید و ارزنده می‌دانند. مسئولین شرکت انکشاف ملی در نشست گزارش سالانه این شرکت میگوید اکنون در 34 ولایت کشور کار 93 پروژه بنیادی جریان دارد و تا حال 83 پروژه تکمیل و به سکتور مربوطه تسلیم داده شده‌اند. در شهر مزار شریف ولایت بلخ یک چهارراهی به هزینه 16 میلیون افغانی به نام چهارراهی خبرنگاران ساخته و به بهره برداری سپرده شده است.